سلام، تو این ویدیو میریم سراغ معرفی زوجای خوشبخت ترکی که سر ضبط سریال با هم آشنا شدن، عاشق هم شدن، ازدواج کردن و بچه هم دارن. اولین زوجی که میریم سراغشون برگزار کرال و هالید ارگنج هستن. این دو در سال 2006 در سریال 1001 شب با هم آشنا شدن. هالید اون موقع 36 سالش بود و برگزار 24 ساله بود. بعد از مدتی از گذشت رابطه‌شون از هم جدا میشن و هالید توی رستوران عاشق یه دختری به نام گیزم میشه و در عرض 1-2 ماه هم باهاش ازدواج میکنه. اما این ازدواج دوامی نداره و بعد 1.5 سال از هم جدا میشن. رابطه هالید و برگزار دوباره با هم شروع میشه و اونا در سال 2009 با هم ازدواج میکنن. اونا الان 2 پسر به نامهای علی و هان و 1 دختر به نام لیلا دارن. زوج بعدی که میخوایم ازشون صحبت کنیم و سر ضبط سریال با هم آشنا شدن و ازدواج کردن و الان هم زندگی خیلی خوبی دارن، بوراک اوزجیوید و فهریه افجن هستن. این دو در سال 2013 سر سریال چکاوک با هم آشنا شدن. بوراک اون موقع 28 ساله و فهریه 27 ساله بود. بوراک تو این سریال نقش کامران و فهریه نقش فریده رو بازی میکردن. اونها در سال 2017 با هم ازدواج کردن. بوراک در سال 2011 یه رابطه ناموفق داشت و با یه مدل ترک رابطه داشت، اما از هم جدا شدن. بوراک و فهریه 2 پسر به نامهای کاران و کرم دارن. زوج سومی که میخوایم ازشون صحبت کنیم نسلیهان آتاگل و کادیر دوغلو هستن. اونها در سال 2013 سر ضبط سریال فاتح حربیه با هم آشنا شدن و در سال 2016 با هم ازدواج کردن. این زوج به تازگی صاحب یه فرزند پسر شدن که اسمش رو عزیز گذاشتن. اما در نهایت میریم سراغ زوجی که خیلیا میگن به هم نمیان، اما خودشون که حسابی با هم خوب و خوشن و عاشق همن. بله، باریش اردوچ و گوبس اوزای. این دو در سال 2014 در فیلم دلیها با هم آشنا شدن. اونها بعد از 6 سال رابطه در سال 2020 با هم ازدواج کردند و در سال 2022 صاحب 1 دختر به نام جان آسیا شدند.